ساختمان بینای نوی حکومت و دستگاه پرزیدنت قرقیزستان با سرعت ادامه دارد. مساحت بینا تقریبا 30,000 متر مربع خواهد بود، ولی مسئولان خرج عمومی لایحه و اجرا کننده آن را افشا نمی‌کنند. با سبب‌های نامعلوم این معلومات مخفی اعلان شده است. درباره ساختمان پرزیدنت قرقیزستان اظهار نظر کرده بود. در بینای معمولی که در جای مهمانخانه پیشین استقلال ساخته می شود یگان تنگه از بودجه خرج نمی شود. ما فقط 16 هکتار زمین را که در اختیار دستگاه پرزیدنت بود جدا کردیم. به این هم دوام 3 سال زمین های دولتی دزدیده می شدند. این 16 هکتار زمین هم یک روز شخصی کرده می شد. برای همین ما تصمیم گرفتیم که زمین به نفع دولت استفاده شود. دیرتر معلوم شد با شرکت بینوکاری که مسئولیت ساختمان انشاءات استراتژی را بر دوش دارد 1.5 برابر زمینی بیشتر داده شده است. یعنی نه 16 بلکه 26 هکتار زمین را صاحب شدند. تحقیقات معلوم کرد که این قطعه ها بیش از 77 میلیون دلار ارزش دارند. در قطعه‌ای که شما در نظر دارید 10 متر مربع از 25 تا 35 هزار دلار است. در اینجا زمین خیلی گران ارزش است و هر سال نرخ آن بالا می رود. شرکت انشاءات ستروی بیلدینگ سال 2020 ساخته شده در دوام 3 سال 9 مرتبه نام و مؤسس و رهبرانش را عوض کرده است. خبرنگاران معلوم کردند که 3 رهبر شرکت با قنیبک تومنبویف رئیس دستگاه پرزیدنت قرقیزستان رابطه زیج دارند. تحقیقات معلوم کرده است که یکی از رهبران دیگری شرکت ساختمانی که قصر پرزیدنت را می‌سازد شناس دیرینه رئیس دستگاه است. در گذشته آنها چند تجارت مشترک هم داشتند. ماه ایول سال 2022 شرکت اکسپرس سترویکیگه نامش را به انشاءات ستروی بیلدینگ عوض کرد و در سندها مؤسسش اکبرعلی عبدالرزاقов نام برده شده است. خبرنگاران آزادی معلوم کردند که او شخصی باورناک قنیبک تومنبویف رئیس دستگاه پرزیدنت است. او چندین شرکت تومنبویف را رهبری میکرد و 1 سال اخیر در عکس ها بیشتر در محل ساختمان انشاءات دولتی دیده میشد. عبدالرزاقов گفت با رئیس دستگاه یگان پیوندی ندارد. تومنبویف در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را شرح داده بود. در قزاقستان آق ارده را با مبلغ 652 میلیون دلار ساختند. ساختمان ما 10 برابر ارزان تر است. مثل پیشتر شرکت کسی یا منفیت کسی نخواهد بود. دوستان عزیز، هر یک تنگه دولت زیر نظارت پرزیدنتمان و قمچبک تاشیوف است. جزئیات دیگری که خبرنگاران آشکار کردند این است که در سند نشانه شرکت انشاءات ستروی بیلدینگ یک منزل خاکسارانه در محله بوکای اتا نوشته شده است. صاحبان خانه سالهاست در بازار سودا میکنند و از شرکت با این نام اصلا خبر ندارند. آنها گفتند یگان رابطه با شرکت و ساختمان هم ندارند.